تو ویدیوی اول بهتون گفتم چطوری میشه رایگان مهاجرت کرد، ولی به جرئت میگم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه بدون داشتن این کلید طلایی بتونه مهاجر موفقی باشه. و این کلید طلایی چیزی نیست جز زبان. تو این ویدیو در مورد اهمیت زبان و روش‌های یادگیری موثر زبان با هم صحبت میکنیم. پس حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام رفقا، خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال مهاجرت از تصمیم تا واقعیت. قسمت 4 رو با موضوع پر اهمیت زبان و روش‌های یادگیری زبان شروع می‌کنیم. توی ویدیوهای قبلی در مورد تصمیم گیری و انتخاب مقصد مهاجرت با هم صحبت کردیم، اما از این ویدیو قرار وارد مراحل عملی مهاجرت بشیم. از امروز میخوام باهاتون در مورد این موضوع حیاتی و در واقع یک مهارت و یک ابزار حیاتی برای مهاجرت، برای اینکه بتونید یک مهاجر موفق باشید صحبت کنم. اگه با دقت ویدیوهای قبلی رو نگاه کرده باشید، حتما تا حالا متوجه شدید که کاملا به ترتیب دارم مراحل مهاجرت رو بهتون میگم. پس با توجه به جلسه قبلی که در مورد مقاصد مهاجرتی و معیارهای مقایسه مهم با هم صحبت کردیم، الان باید شما کشور مقصدتون رو انتخاب کرده باشید. پس با توجه به زبان کشور مقصدتون، از همین امروز تاکید میکنم، از همین امروز شروع کنید برنامه‌ریزی کنید برای یادگیری زبان. اگه کشور مقصدتون انگلیسی زبان هست که واقعا خوش به حالتون، بهتون تبریک میگم، ولی این رو هم باید در نظر بگیرید که رقابت تو کشورهای انگلیسی زبان کمی بیشتر هست، چون معمولا کسایی که از کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند و پاکستان مهاجرت میکنند به خاطر سختی زبانهای مثل آلمانی معمولا کشورهای انگلیسی زبان رو انتخاب میکنند. چرا؟ اما واقعا چرا زبان مهمه؟ وقتی که کسی که مهاجرت میکنه در واقع تو کشور جدید، واقعا انگار اینجا دوباره متولد میشید. حالا تصور کنید یک نوزاد تازه وارد بدون هیچ ابزاری برای برقراری ارتباط واقعا چقدر ضعیف هست، چقدر آسیب پذیر هست. یادگیری زبان از اینجا به بعد دیگه همیشه و تا آخر عمر همراهتون هست. حتی اگه سالیان سال تو این کشور زندگی کنید، هر روز با اصطلاحات و لغات جدیدی آشنا میشید. و برای کسی که اینجا متولد نشده باشه یا حداقل از سنین پایین توی کشور زندگی نکرده باشه، یادگیری زبان هیچ وقت تمومی نداره. پس هرچه از الان خودت رو بهتر آماده کنی، اینجا بعداً کمتر سختی میکشی و این موضوع رو کاملا باید جدی بگیرید. زبان مغز دوم شما توی کشور جدیده. وقتی زبان بلد نباشید، حتی برای کارهای ساده مثل پر کردن فرم، رفتن به اداره یا حتی خرید روزمره دچار مشکل و دچار استرس میشید. ناتوانی در زبان باعث انزوا و حتی افسردگی توی کشور جدید میشه. اما وقتی زبان بلدی، اعتماد به نفس داری، فرصت شغلی بیشتر داری، حتی با جامعه جدید راحت‌تر ارتباط برقرار میکنی و اینجا رو زودتر مثل خونه خودت میدونی. در ادامه ویدیو در مورد تجربه شخصی خودم میخوام باهاتون در مورد یادگیری زبان و اهمیت زبان بگم. و اما مثل همیشه تجربه شخصی خودم رو اگه بخوام بهتون بگم، من خودم با توجه به اینکه آلمان رو انتخاب کردم و مثل خیلی از شماها قبلا به جز اون آهنگ معروف الکس بود که یه مدت خیلی ترند شده بود، آهنگ ایشلیبی دیش، به جز اون چیزی دیگه ای رو بلد نبودم و هیچ آشنایی با زبان آلمانی نداشتم. اوایلش واقعا برام سخت بود، اواسطش هم هنوز برام سخت بود و خیلی اذیت می‌شدم. جالبه بدونید حتی همین الانم که دارم براتون این ویدیو رو میگیرم خیلی برام سخت هست و با توجه به شغلم که پر از مسئولیت هست و اگه یه اشتباه کوچیک بکنم ممکنه هزاران یورو خسارت به شرکت بزنم، همچنان انرژی فوق العاده زیادی رو ازم میگیره و مجبورم تمام خودم رو سر کارم بذارم و همیشه متمرکز باشم که نکنه جمله و یا حتی کلمه مهمی رو از دست بدم و باعث ضرر زیان بشه. خب اصلا نترسید، چون هدفم از این حرفا این نبود که بخوام بترسونمتون. در واقع هدفم این بود که اهمیت یادگیری زبان رو بتونید بیشتر لمس کنید. چیزی که از تجربه خودم میخوام بهتون بگم و به نظرم خیلی مهمه اینه که به زبانی که میخواین یاد بگیرین عشق بورزین. غر بزنین بگین سخته، چیزی جز ناامیدی و انرژی منفی براتون نداره و اینکه این زبان رو برای امتحان دادن و مدرک گرفتن نخونید،
برای زندگی کردن و برای برقراری ارتباط یاد بگیرید. همونطور که بهتون گفتم با علاقه خوندن به نظر من شرط اوله. تو مراحل بعدی استاد خوب و یه مؤسسه خوب رو پیدا کنید و کسی که دانشش رو هم دانش کافی داشته باشه، هم روش این که بهتون انتقال بده رو بلد باشه. همینطور بعد تجربه شخصی خودم اگه بخوام بهتون بگم، پیدا کردن دوستایی که از توی همون کلاس بتونید دوستانی پیدا کنید که با هم هدف باشید و بتونید به هم دیگه انگیزه بدین. این هم خیلی به من کمک کرد و خیلی دوستان خوبی من توی این مسیر پیدا کردم که هنوز هم با هم دیگه در ارتباط هستیم. همینطور استفاده از منابع متعدد رایگانی که توی اینترنت هست، به خصوص توی یوتیوب خیلی پیج های زیادی هست که آموزش زبان میدن و خیلی میتونه براتون مفید باشه. یادگیری روزانه لغت با فلش کارت مثل اپلیکیشن های مثل بیاموز میتونید استفاده کنید و یا اپلیکیشن آنکی. همینطور گوش دادن به رادیو و پادکست، اینقدر وهمی داری پادکست گوش میدی، پادکست های وحشتناک، هم خیلی موثر و مفید هست. و نکته دیگه هم که بخوام بهتون بگم، یک اپلیکیشنی هم هست تاندم که اینم میتونید با تو این اپلیکیشن میتونید با افراد نیتیو و بومی صحبت کنید. این هم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یه نکته رو که فراموش کردم و لازم میدونم بهتون بگم اینه که از اساتید و یا مؤسساتی که بهتون میگن که شما میتونید یک شبه زبان یاد بگیرید و یا فلان قرص رو بخورید و زبان یاد بگیرید، قرص آموزش زبان و از اینا دوری کنید. زبان چیزی نیست که شما بتونید یک شبه و یا تو مدت کوتاه یاد بگیرید. برای یادگیری زبان باید وقت بذارید، روزانه باید باش درگیر باشید. روزی حداقل 1 ساعت 2 ساعت، هر چقدر بیشتر نتیجه بهتری میبینید. ولی این که بخواید زبان رو در مدت زمان کوتاهی یاد بگیرید، به همون سرعت از ذهنتون پاک میشه. در نتیجه برای زبان هر روز وقت بذارید، تکرار کنید، از لغاتی که یاد میگیرید استفاده کنید در صحبت کردنتون تا تو ذهنتون کاملا جا بیفته و براتون راحت بشه استفاده کردن. اگه تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتید، حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستید و با این کارتون به من انرژی میدید. در ادامه اگه بخوام ویدیو رو براتون جمع بندی کنم، باید بهتون بگم که زبان بلد بودن در واقع فقط برای نمره امتحان یا مصاحبه کاری یا مصاحبه تحصیلی نیست، بلکه برای زندگی واقعیه. چیزی که اینجا نبودش رو اگه بلد نباشین واقعا حس میکنید، واقعا بهتون فشار میاره و خیلی براتون سخت میشه، به خصوص روزهای اول. هر چیز زودتر شروع کنید، بعد از مهاجرت خودتون رو بیشتر بابتش تحصیل میکنید. و این نوید رو هم بهتون بدم که تنها روش مهاجرتی که احتیاج به مدرک زبان نداره، یعنی شما احتیاجی ندارید که برید مؤسسه گوته یا مؤسسه‌های دیگه امتحان بدید، روش مهاجرت کاری و یا جاب آفر هست که شما احتیاج به مدرک زبان ندارید. وقتی به سفارت برای دریافت ویزا مراجعه میکنید ازتون مدرک زبان نمیخوان. در واقع همون مصاحبه کاریتون که با کارفرما داشتید و کارفرما در واقع یک نامه بهتون از کارفرماتون باید بگیرید که نامه کفایت زبان هست که تو نامه اشاره شده که زبان شما برای این شرکت کافی بوده و در واقع همون نامه رو ارائه میدید به سفارت. در مورد این بعداً توی موقعی که نوبتش برسه توی قسمت هایی که در مورد مصاحبه و اینا صحبت میکنم حتما فرمت دقیقش رو بهتون میگم. در انتهای این ویدیو هم بهتون میگم که مهاجرت بدون زبان مثل پرواز کردن بدون باله. پس حتما این نکته رو در نظر داشته باشید. زبان 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 تا آخر عمرتون که توی کشور جدید هستید، زبان همیشه همراهتون هست. با عشق بهش نگاه کنید، با لذت یاد بگیرید و هیچ موقع ولش نکنید، هر روز باش درگیر هستید. در انتهای ویدیو هم مثل همیشه یادتون باشه کسی جای کسی رو تنگ نمیکنه و با هم دیگه مهربون باشید. خدا نگهدار.